21 ایون تحت ریاست سروزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده جلسه نوبتی ستاد جمهوریوی مبارزه با کرونا ویروس دایر شد. ستاد در پی این جلسه بدون آوردن کدام رقم مشخص به مردم خبر داد که در مؤسسه های تندرستی مملکت حالت های گرفتار شدن به بیماری سرایتی کرونا ویروس به قید گرفته شدند. ستاد گفت عامل اساسی خروج نوبتی بیماری مذکور متخصصان در بی‌توجهی رعایت نکردن مهلت معین شده برای خودمحافظتی شهروندان مملکت که از خارج کشور برگشته بودند استفاده نکردن نقاب و دیگر توصیه ها ارزیابی میکنند. وابسته به این از هر یک ساکن مملکت قطعاً رعایت نمودن توصیه متخصصان ساحه، بی ضرورت گشت و گذار نکردن، استفاده نقاب در جایهای جمعیتی و دیگر موادهای بی‌ضررگردانی طلب کرده شده است. در جلسه ذکر کردند که متاسفانه وقتهای آخر در قلمرو جمهوری تاجیکستان نیز ساکنان بی اهمیتی ظاهر میکنند که این میتواند حالت منفی را به میان آورد. در خبر گفته می شود که ستاد جمهوریوی قرارهای دخلدار از جمله پرزور نمودن هماهنگی فعالیت وزارت و اداره های دخلدار در سمت نظارت رعایت قاعده های گیگینی شخصی و جمعیتی از جانب ساکنان، نظارت مرکزهای خدمت رسانی و فرهنگی، اندیشیدن چاره‌های قطعی پیشگیر کننده و ضد اپیدمیکی، رعایت قاعده های سانیتاری و گیگینی هنگام گذرانیدن توی معرکه و مراسم دفن، همچنین با مقصد پیشگیری پنشوی بیماری سرایتی کرونا ویروس هنگام انجام دادن پروازهای بین المللی را قبول نمود. مشخصات قرارهای قبول شده نشر نشده است. اعتراف خروج نوی کرونا ویروس در تاجیکستان در حالی است که وزارت تندرستی از اول ماه ینور هر روز پایفشارانه گزارش میداد که در کشور یگان حالت نوی کرونا ویروس آشکار نشده است.